اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، مطلب امروز مطلب زیبایی است تحت عنوان مقدمه در خطر سبک شمردن گناهان. بدان الله متعال به من و تو رحم کند که الله عزوجل تمام بندگان را در حکم واجب فرمان داده است که توبه های خالصانه بکنند. الله متعال در سوره تحریم آیت 8 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای مؤمنان، به درگاه خدا برگردید و توبه خالصانه بکنید. ابتدا الله متعال بلند مرتبه مهلت برای توبه به ما بخشیده است، آن هم دقیقاً زمان است قبل از آن که کراما کاتبین مشغول ثبت اعمال در پرورنده ما شوند. رسول رحمت صلی الله علیه و سلم می فرماید: بدانید که امرای سمت چپ انسان، فرشته‌ای که اعمال بد انسان را ثبت می کند، قلمش را 6 ساعت از بنده مسلمان خطاکار بر می دارد. اگر او پشیمان شود و از خداوند متعال طلب بخشش و استغفار کرده، قلمش را می گذارد، وگرنه یک گناه بر وی می نویسد. این حدیث را امام طبرانی و بیهقی در شعب الایمان روایت کرده اند. اما مهلت بعدی از زمان ثبت گناهان تا قبل از فرارسیدن اجل انسان، لحظه مرگ ادامه دارد. مشکل و مصیبت بسیار از انسانهای امروز این است که برای الله متعال عظمت، هیبت و شکوه قائل نمی شوند و شبانه روز با انواع گناهان، نافرمانی و عصیانش را می کنند. کس را می بینی که نزد خویش بعضی از گناهان صغیره را کوچک و ناچیز می شمارد و مثلا می گوید نگاه کردن یا دست دادن با نامحرم و بیگانه چی اشکاله، چی زیانی دارد. انسان امروز خود را با نگاه کردن به عکسها و مطالب حرام نامشروع در مجلات و مجموعه های رمان ها و داستان های عشقی سرگرم می کند، تا آنجا که تعداد از مردم آنگاه که از حرام بودن عمل یا رفتار آگاه می شوند، با تحقیر و بی‌توجهی می پرسند گناه آن چی اندازه است؟ آیا از گناهان کبیره است یا صغیره؟ حالا که با این واقعیت آشنا شدی، بین این و آن دو روایت را که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیحش نقل می کند مقایسه کن. انس بن مالک رضی الله عنه، خادم و صحابی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و سلم، روز به تعجب و شگفتی می گوید: شما امروز کارهایی را انجام می دهید که در نظرتان از مو هم نازکتر و کم ارزشتر می باشد، در حالی که ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنها را عامل نابودی و هلاکت خیش می دانستیم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، این صحابی صادق و دانشمند رسول الله صلی الله علیه و سلم، درباره حالت مؤمن و فاجران در مقابل گناهان می گوید: مؤمن گناهانش را چنان می بیند که گویا در زیر سایه کوه عظیم نشسته است و هر آن می ترسد که آن کوه بر وی سقوط کند. اما شخص فاجر و بدکار گناهانش را مانند مگسی می بیند که از جلو بینیش می گذرد و با دست آن را از خود دور می کند و می گوید دور شو. آیا آنانی که گناهان خیش را کوچک و بی‌ارزش می نگارند می توانند الهان با خواندن این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میزان خطرات این رفتارش را مقایسه کند؟ رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث
که از امام احمد رحمت الله علیه روایت شده است چه زیبا می فرماید: از انجام گناهان کوچک برحذر باشید، زیرا مثال گناهان کوچک همانند داستان گروهی هست که در بیابان فرود آمده اند و کم کم قطعات کوچک چوب را می آورند تا آنقدر جمع کنند که بتوانند نانهایشان را بر روی آتش آنها به خوبی بپزند. این را بدانید که هرگاه گناهان کوچک محاسبه شود صاحب خودش را نابود و هلاک می سازد. و در روایت دیگر آمده است از گناهان کوچک برحذر باشید، زیرا هرگاه مجموعه آنها بر پرونده شخص جمع گردد او را به هلاکت رسانیده و نابود می کند. دانشمندان یادآور شده اند که گاهی گناهان صغیره به علت امرا شدن با بیشرمی و عدم توجه به آن و ترس از خدا و کم ارزش دانستن آن به گناهان کبیره محلق می شود یا در مرتبه آنها قرار می گیرد. بدین خاطر است که گفته شده است هیچ گناه صغیره با اصرار و تداوم آن وجود ندارد و هیچ گناه کبیره هم با استغفار و بخشش از آن وجود ندارد. به کسی که حالش چنین است می گوییم نگاه نکن به کوچکی گناه، اما بنگر از چی کسی نافرمانی می کنی. این سخنان است که اگر خداوند بخواهد انسانهای صادق از آن بهره خواهد گرفت. کسانی که احساس گناه و کوتاهی می کنند و در گمراهیشان سرگردان و آشفته نبوده و بر باطلشان اصرار نورزیده و پافشاری نمی کنند. این سخنان برای کسانی است که به این پیام الهی ایمان دارند که الله متعال در سوره حجرات آیت 49 چه زیبا می فرماید: ای پیغمبر بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت زیاد و مهر فراوان هستم در حق کسانی که توبه بکنند و ایمان بیاورند و کارهای نیک انجام دهند. و همچنان الله متعال در سوره حجرات آیت 50 می فرماید: و این که عذاب من در حق سرکشان بی ایمان عذاب بسیار دردناک است و عذابهای دیگر در برابر عذابش هیچ است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.